ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори 10. ровӣ ализода абдурашид хуҷамқул. علاوه بر این در چندین ناحیه‌های کشور بنیاد منطقه‌های صناعتی از جمله 2 کارخانه کارکرد نفت با اقتدار قریب 2 میلیون تن، 3 کارخانه سمنت براری با اقتدار بیش از 3 میلیون تن، کارخانه‌های بافندگی با اقتدار کارکرد 52,000 تن نخ پخته و استحصال 150 میلیون متر مربع متاع پختگین، ساختمان 3 کارخانه صناعتی کیمیا، کارکرد فلزات رنگه با اقتدار استحصال 1400 کیلوگرم طلا، کارخانه بزرگ متالورگی با اقتدار 50,000 تن روح و 50,000 تن سرب و باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار 400,000 تن به استفاده داده شده ایستادند. استراتژی رشد ساحه صناعت مملکت به عوض کردن محصولات وارداتی صناعتی با محصولات وطنی نگرانیده شده است. در دایره عملی سازی این هدف به استفاده اشیای خام محلی گذاشتن شرکت آلیومینی تالکو باعث دستگیری می باشد. شرکت مذکور یکی از کارخانه‌های عظیم صناعتی جمهوری است که در بنیاد آن در آخر سالهای 80 عصر گذشته نمایندگان تمام خلقیت و ملت‌های سابق اتحاد شوروی شرکت ورزیده بودند. باید قید نمود که ما به پررتر استفاده نمودن اقتدارهای استحصاری و صفت محصولات این شرکت دقت مخصوص می دهیم. سهم کارخانه در اقتصادیات کشور نظررس بوده. حجم کلان محصولات صناعتی کشور در آن استحصال می گردد. ما توسط برنامه مشخص کوشش کارکرد زیادتری محصولات کارخانه در داخل کشور را تامین نموده ایستاده ایم، زیرا که در بازار داخلی به محصولات تیاری از آلیومینی استحصال شده طلبات زیاد بوده. در عین زمان از این حساب امکانیت‌های افزون نمودن اقتدار صادراتی کشور وجود دارد. شرکت آلیومینی تالکو دارای برنامه رشد می باشد که با تامین گذریش به کارکرد اشیای خام محلی و افزون نمودن استواری و رقابتناکی فعالیت پیوست می باشد. در این روند استفاده انگشتی در کان فان یغناب استخراج شونده که 95% کاکس انگشت سنگی و کاکس ریختگری متالورگی است، در استحصال اناد پخته استفاده می گردد. در برابر این عین زمان با جلب سرمایه گذاری ها ساختمان 3 کارخانه استحصال کریالیت، کسلته سلفت و فترید که باعث براهماندن استحصال محصولات وارداتی عوض کننده و به صادرات نگرانیده می باشد ادامه دارد. پیشبینی می گردد که بعد تطبیق پره لایحه های مذکور شرکت آلیومینی تالکو امکان پیدا می کند که هر سال به مبلغ بیش از 280 میلیون سامانی برابر به 36 میلیون دلار امریکایی محصولات واردات عوض کننده و مالهای صادراتی را در داخل کشور استحصال نماید. اطمینان
کامل داریم که استحصال و استفاده کریالیت، آلومینی فتوردار و کسلت سولفات در داخل مملکت در برابر کم کردن خراجات استحصال آلومینی امکان می دهد که در مجموع فعالیت یک چند کارخانه علاقمند منتظم براه مانده شده، هزاران نفر ساکنان کشور با جای کار دائمی تامین کرده شوند. فعالیت کارخانه‌های ساخت شونده به تمام طلبات بی‌خطری و اکولوژی جوابگوی بوده. آنها از منطقه‌های اهالی نشین در مسافه بی ضرر جایگیر شده اند. طبق لایحه مذکور با نظر داشت استفاده وسیع اشیای خام خودی برای کم کردن ارزش اصلی آلومینی و به دست آوردن فایده علاوه‌ای از استحصال محصولات امکانیت فراهم آورده به رشد صنعت کیمیایی تاجیکستان تکان جدی می بخشد. فلوئاریت برای استحصال کریالیت و آلومینی فتوردار اشیای خام اساسی بوده. استخراج آن در حجم 300,000 تن از کان تکاب ناحیه ورزاب به نقشه گرفته شده است. در نتیجه کارکرد معدنی استخراج شده در کمبینت غنیگردانی تکاب 60,000 تن فلوئاریت تازه استحصال کرده می شود. با عملی گردیدن این اقدام باز یک کان استخراج معدن مورد استفاده ثمرناک قرار گرفته. کمبینت غنیگردانی تکاب که سالهای سال از فعالیت بازمانده بود به کار می درآید و این اقدام باعث تأسیس جایهای نوی کاری می گردد. با نظر داشت این حالا برای استخراج و کارکرد معدن و عموماً جهت براه ماندن فعالیت کارخانه غنیگردانی تکاب متخصصان محلی و خارجی به کار جلب گردیدند. در مجموع در استراتژی و برنامه‌های رشد میان مهلت و دراز مدت مملکت پیشرفت من بعده اقتصاد ملی توسط ترقیات اندوستریالی پیش بینی شده است. یعنی در دوره میان مهلت حصه صناعت در مجموع محصولات داخلی مملکت افزایش یافته. تاجیکستان باید از کشوری اگراری و صناعتی به مملکتی صناعتی و اگراری و دارای صناعت پیشرفته تبدیل داده شود. در روند تطبیق هدف مذکور ما هر یک اقدام صاحبکاران و سرمایه گذاران را در سمت بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی و استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده همه جانبه دستگیری می نماییم. ما در نزد صناعتچیان مملکت وظیفه گذاشتیم که در دوره میان مهلت جهت وسیع براه ماندن کارکرد و فروش محصولات، زیاد کردن نامگوی مالهای صادراتی، از جمله نائل شدن به استحصال نکم از 20 نامگوی مالهای عوض کننده واردات و علاوتاً براه ماندن استحصال 20 نوع مالهای صادراتی همه امکانیت ها را سفربر نمایند. در کشورمان برای اجرای وظیفه گذاشته شده همه زمینه و امکانیت ها موجودند. به نتیجه های استحصالی یک قطار کارخانه های صناعتی نشان می دهند که ساحه صناعت مملکت می تواند در آینده نزدیک به این هدف نائل گردد. هشتم، رشد ساحه سیاحی.
باید تأکید نمود که دوره نوی رشد، دوره انکشاف و پیشرفت سیاحی خواهد گردید، زیرا جمهوری تاجیکستان با طبیعتی بهشت آسا و فرهنگ پرغناوت خود برای جلب وسیع سیاحان و از این حساب افزون نمودن درآمد ملی خود امکانات خیلی فراخ دارد. در جمهوری تاجیکستان امکانیت‌های نظررس برای رشد نوع‌های گوناگون سیاحت از جمله طبابت سنتاری و استراحتی، کوهنوردی و ورزش کوهی، سیاحت تاریخی و آموزشی و اتنوگرافی، مردم شناسی، زورقرانی در رودهای کوهی، شکار، سیاحی خارجی و غیره موجودند. بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی و ترقیات ساحه سیاحی یکی از سمت‌های مهم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دولت به حساب رفته، در نوبت خود رشد این بخش به تشکیل جایهای کاری نو و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی مساعدت می کند. بخش سیاحی اینچنین امکانیت خوبی عملی گردانیدن فعالیت صاحبکاری برای هر یک شخصی تشبثکار می باشد. طبق خلاصه متخصصان در صورت تأمین نمودن رشد ساحه سیاحی امکان فراهم می آید که سهم ساحت تا سال 2020 در مجموع محصولات داخلی کشور تا 5% و سهم غیر مستقیم آن برای رشد ساحه‌های دیگر اقتصادیات تا 15% رسد. در دوره استقلالیت دولتی ما بر رواج و رونق سیاحی توجه خاص ظاهر نمودیم. در نتیجه ساحه توریسم از نو احیا گردید و از سال 2000 تا به امروز شماره سیاحان منتظم می افزاید. تنها در 3 سال اخیر شماره سیاحان 2 برابر از 207 تا 414 هزار نفر افزایش یافته، توجه سیاحان و مهمانان خارجی را بیشتر مهمان نوازی مردم، طبیعت زیبای و ناتکرار، باد و هوا، موضعهای تاریخی، آبهای شفابخش، کول و چشمه‌های آب مصفا و عرف و عادتهای مردمی به خود جلب نمودند. همه ساله به کشورمان برای تماشای یادگاری‌های بی‌نظیر تاریخ تاجیکان از جمله قلعه‌های حصار، خوجند، هلبوک، فتح قلعه اسماعیل سامانی و قطارکوه‌های بلند پامیر، موضعهای ورزشی سفید دره، چل دختران، کول سریز، اسکندر کول، قرا کول، آبهای شفابخش و طبابتی گرم چشمه، اوج، یمچون، جیلانده، بیبی فاطمه زهرا، خواجه آبی گرم، زمرد، ممنوعگاه دولتی بیشه پلنگان و غیره، هزاران نفر سیاحان و کوهنوردان می آیند. در این روند جمهوری تاجیکستان از آغاز استقلالیت دولتی سیاست درهای کشاده را پیش گرفته، پایتخت جمهوری شهر دوشنبه را به مکانی برگزاری چاره‌بینی‌های بین المللی سیاسی، علمی، فرهنگی و تکنیکی تبدیل داده است که آن برای جلب توجه جامعه جهانی و به این وسیله جهت مستحکم کردن ایمیج کشور همچون مملکت امن و آسایشته و دارای ذخیره‌های غنی سیاحی مساعدت می‌کند. در برابر این ما کوشش نمودیم که به تدریج برنامه‌های مخصوصی صاحبی را قبول و مورد عمل قرار دهیم. از جمله چاره‌بینی‌های مشخص
در دایره اجرای کنسپسیای ملی رشد توریسم در جمهوری تاجیکستان در دوره سالهای 2009-2019 برنامه دولتی رشد توریسم در جمهوری تاجیکستان در دوره سالهای 2010-2014 و برنامه رشد توریسم در جمهوری تاجیکستان در دوره سال 2015-2017 اجرا گردیده ایستادند. به مقصد رشد سیاحی ما به بنیاد و برقرار کردن یادگاری های تاریخی شروع نموده. در مدتی کوتاه یک چند انشاءات مهم تاریخی را نوسازی کردیم. در این دوره یادگاری بی‌نظیر تاریخی تاجیکان قلعه هولبوک که در ناحیه واسع ولایت ختلان واقع است نوسازی گردید. از این موضع حاکم نشین نگاره‌های زیاد پیدا شده. معلوم گردید که در زمانهای قدیم شبکه‌های کاریز و آب صاف کنی، پرتابگاه، آبرسانی کوچه‌ها، گجنداوی نقشین در دیوارها یعنی گچکاری و دیگر هنرهای نفیسه وسیع استفاده می شدند. هنری بناکاری و گچکاری مردمی هولبوک ختلان مشهوری عالمیان گردیده استاهای ماهری اینجا را به منطقه های دیگر برای بنیاد قصر و کشکها دعوت می کردند. به خاطر حفظ و گرامی داشتی عنعنه های زیبای ملی و هنری والای شهرسازی و شهرداری نیاگانمان ما کارهای ترمیم و نوسازی این موضع را براه مانده برای برقرار سازی قلعه هولبوک بیش از 15 میلیون سامانی خرج نمودیم. با وجود این خاطر نشان می سازیم که علاوه به تدبیرهای تا به حال اندیشیده شده، متخصصان و مسئولان و بناکاران انشاءات مذکور وظیفه‌دار کرده شدند که با مقصد هرچی بیشتر جلب کردن سیاحان و مهمانان به این یادگاری نادر تاریخی و فرهنگی کارهای باقی مانده برقرار سازی را با سطح و صفتی بلند به انجام رسانند. ما سال 2015 مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند را که جهت تبلیغ و ترغیب بیشتری ارزش‌های ملی زمینه می‌گذارد به استفاده دادیم. معماران و بناکاران کوشش به خرج دادند که با رعایت سنت‌های معماری و شهرسازی نیاگانمان خصوصیت طبیعت خوجند را در جریان بنیاد این یادگاری تاریخی به نوبت گیرند. جالب دقت است که هنرمندان و معماران گلدست در آرایش بناهای مجمعه با احیای اسلوب اجدادی نقاشی و رسامی بنیاد عمارت و منزلداری سنتی امان اعتباری مخصوص دادند. درخش رنگ‌های داخل و بیرون بناها از آن شهادت می‌دهد که هنرمندان آرمان‌های ملی نیاگانمان و نمونه‌های برجسته فرهنگ عالم شمولی تاجیکان را پیگیری نموده آنها را با ذوق و سلیقه بلند در نگارشات استفاده کردند. مجمعه نام برده در اساس طلبات معماری و شهرسازی معاصر ساخته شده. مضمون و محتوای آن افاده‌گر غایه‌های بلند ملی می باشد. از یک جانب رود سیر و از جانب دیگر قلعه کهندیز خوجند به مجمعه تاریخی خواجه کمال خوجندی مضمون تازه می بخشد. زیبایی طبیعی این موضع با نگاره و آرایشات انشاءات معماری ماهرانه هماهنگ گردیده ارزش این یادگاری را افزون گرداندند. یادگاری های تاریخی سرعزم،
پنجکند، قلعه قهقهه شهرستان، مختپه استرفشان، تخت سنگین، تخت قوباد، قلعه میر قبادیان، خواجه مشهد و خواجه دورباد شهر توس، عجینه تپه وخش نیز مورد توجه ما قرار دارند. برای حفظ و ترمیم این دردانه های تاریخی نیاگانمان در سالهای نزدیک تدبیرهای ضروری عملی کرده می شوند. در دوران استقلالیت دولتی مقبره های بزرگان علم و فرهنگ که در عین زمان یادگاری های ارزشمند معماری می باشند، از جمله مرقدهای میرسید علی همدانی، محمد بشارا، شاه نعمت الله ولی، سلطان اویس، مولانا یعقوب چرخی، مولانا تاج الدین دشت کولکی، برخ سرمستی ولی و دیگران تعمیر و ترمیم کرده شده برای زیارت کنندگان و سیاحان داخلی و خارجی پیشکش گردیدند. طی 25 سال استقلالیت دولتی در شهر دوشنبه چند یادگاری نوی تاریخی از جمله کاخ نوروز، قصر ملت، کاخ سامان، کتابخانه ملی، مجمع اسماعیل سامانی و غیره بنیاد گردیدند. معماران گلدست تاجیک بناهای خوش‌طرح و با شکوه را با آمیزش سبک‌های ملی، هنری معماری و زمانوی ساختند که توجه هر بیننده را به اختیار به خود جلب می‌نمایند. آنها از جمله دستاوردهای هنری معماری ملی و تاریخی زمان استقلالیت دولتی به حساب می‌روند. طبق نقشه اساسی شهر دوشنبه ما بنیادی باز چندین بناهای با حشمت و زیبا را که به حسن پایتخت کشورمان حسن تازه زم می نمایند در نظر داریم. در سال 2016 هم جهت تحکیم رشد سیاحی و نوهای ورزش زمستانه در حدود ناحیه ورزاب، مجمع ورزشی و سیاحی و استراحتی سفید دره بنیاد شد که برای سیاحان، ورزشگران کشور و دوستداران طبیعت خیلی مهم بوده. برای هموطنانمان 300 جای نوی کاری تشکیل کردید. ما من بعد نیست بر رشد ساحه توریسم و تشکیل جایهای نوی کاری دقت داده در برابر این بر رشد و پیشرفت هنرهای مردمی توجه خاص ظاهر می نماییم. در این سمت در قلمرو کشور سلسله مرکزهای تعلیمی و استعصاری مخصوصاً برای زنان و دختران خانشین تشکیل شدند. باید گفت که در بیشتر ناحیه‌های کشور، مخصوصاً در ناحیه‌های دوردست کوهستان، هنرهای دستی یعنی کاسبی تاریخ قدیمه دارند و در گذشته اکثری هنرمندان با اصول دستی و مانند گلیم بافی، کلاهی، زرگری مشغول بودند که تا امروز بعضی نوهای آنها همچون نمونه هنری بهترین دستی مردمی در میان ساکنان کشور باقی ماندند. ما کوشش داریم که این پیشه اجدادی به نسل جوان آموزانیده شود تا که در برابر رشد دیگر هنرهای خلقی این نوع هنری ملی ادامه یافته همچون نمونه صنعت ملی دستی تاجیکان محفوظ ماند. باید قید نمود که در دوران صاحب استقلالی کشور یک چند منطقه مملکت از جمله ناحیه‌های بلجوان و ورزاب و وحدت
موضع‌های سیاحی اعلان شدند که در عین زمان در آنها انفراساختاری ضروری ساحه بنیاد و رواج یافته ایستاده است. ساحه سیاحی در کشور با سرعت رشد نموده. در این رابطه مواد ترغیباتی و اطلاعاتی به شرکت‌ها و در نمایشگاه‌های بین المللی سیاحی منظور گردانیده می‌شوند. ما جهتی باز هم گسترش یافتن ساحه سیاحی به بنیاد انفراساختاری زمانوی توریستی و ورزشی مطابق به معیارهای جهانی توجه خاص می‌دهیم. در این سمت کوشش فراهم آوردن شرایط زمانوی یعنی بنیاد انفراساختاری معاصر و تشکیل خدمترسانی سطحی بلند می تواند به رشد سیاحی داخلی و خارجی و حل مسئله های اقتصادی و اجتماعی شهر و ناحیه های آن، تأسیس جای های نوی کاری و بهتر گردیدن شرایط زندگی اهالی تأثیری مثبت رساند. در رفت سفرهای کاری در منطقه های کشور به مسئولان ساحه سپارش دادیم که برای رشد سیاحی تدبیرهای بسیار جنبه عملی اندیشیده جهت جلب بیشتری سیاحان و معرفی امکانیت‌های پیشرفت این ساحه اقدام نمایند. خاطر نشان می‌سازیم که مسئله به طور جدی بلند برداشتنی سطح و صفت خدمت رسانی به همه وزارت و اداره ها از جمله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و بخش خصوصی دخل دارد، زیرا در زمان معاصر سطح و صفت خدمت رسانی یکی از نشان دهنده های اساسی رشد دولت و فرهنگ جامعه به شمار می رود. همزمان با این اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان را وظیفه دار کردیم که برای آموزش و ترغیب یادگاری های تاریخی، میراث مادی و معنوی قلمرو ناحیه های کشورمان منتظم تدبیرهای عملی و سودبخش اندیشد. جاری نمودن نظام روادید الکترونی برای سیاحان خارجی، تأسیس دادن منطقه های توریستی و مهیا نمودن انفراساختاری ضروری از جمله تدبیرهای سودمند در این سمت به حساب می روند. با مقصد رشد همه‌جانبه سیاحی ما تصمیم گرفتیم که مقامی وکالتدار ساحه تأسیس داده شود. فکر می کنیم که برای پیشرفت این ساحه مساعدت کننده رشد اقتصادی و اجتماعی ساختار نوی اداره کنی آن ضرور است که جهت انکشاف انفراساختار سیاحی و در سطح بین المللی بنیاد نمودن انشاءات ساحه به طور جدی بهتر کردن صفت خدمت رسانی، جلب هرچی بیشتری سرمایه در این سمت و آماده کردن کادرهای بالیاقت، تجربه دولت‌های پیشرفته را وسیع استفاده نمایند. شما گفتار دهم را از روی اثر افق‌های استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.